به نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت باره. خصلتی که عیبها را می پوشاند. یکی به دیگر گفت: از بنی آدم چقدر عیب یافتی؟ جواب داد: از حد شمار بیرون است، ولیکن خصلتی هست که اگر عمل کند تمام عیبها را می پوشاند. گفت: چیست؟ گفت: سکوت یعنی خاموشی است. از حکیم پرسیدند: چه چیز از همه آسان تر است؟ گفت: نصیحت کردن. پرسیدند: چه چیز از همه مشکل تر است؟ گفت: خدا را شناختن. پرسیدند: چه چیز از همه عاقل تر است؟ گفت: استفاده از تجربه های زندگی. چه چیز از همه عاقل تر است؟ گفت: استفاده از تجربه های زمان. باقی خداحافظ.